حدود 50 بیمار مرکزی روانپزشکی ولایت سوخت واقع در شهر خوجند با کرونا ویروس نو مبتلا شدند. روعه به داخل شفاخانه زیر نظارت شدید است و معلوم نیست چگونه بیماری همگیر به باشندگان آن سرایت کرده است. مأموریت گرفتار شدن بیماران روحی را به کووید 19 رد می‌کنند، ولی منابع چیزی دیگر میگویند. روز 3 ایون کارافتادگان بیمارستان روحی ولایت سوخت به رادیو آزادی گفتند که باشندگانش به کرونا ویروس گرفتار شدند. دلیل این گفته‌ها ثبت صحبت با 2 دکتر شفاخانه است. آنها میگویند تاکنون به کووید 19 گرفتار شدن 50 بیمار روحی آشکار شده است. همصحبتان رادیو آزادی نخواستند نامشان برده شود. نادیره سعیدوه مدیر مرکزی روانپزشکی ولایت سوخت در همین حال روز 3 ایون در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت حالا سرایت کرونا ویروس به بیماران ما تصدیق نشده است و گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی جواب نداد. این بیماران را در شفاخانه شهر خوجند از تشخیص دقیق‌ترش از رنتگن گذراندند و گرفتاری 50 نفر ثابت شده است. در مأموریت این بیمارستان روز 3 ایون به رادیو آزادی تشخیص شدن بیماران روحی را تصدیق کردند، اما گفتند مقامات بالایی آشکار کردن آمار گرفتاران کووید 19 را برای آنها منع کرده است. همصحبت ما توصیه داد برای دقیق کردن شماره بیماران روحی که به کرونا ویروس گرفتار شدند به ریاست تندرستی ولایت سوخت مراجعت کنیم. معروف حاجی بایف معاون سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت و رهبر ستاد مبارزه با کووید 19 در منطقه در یک تماس تلفنی سوالی رادیو آزادی را در رابطه با چقدر بودن شماره بیماران مرکز روانپزشکی شنید و بعداً گوشی را گذاشت. به زنگ‌های به تکرار رادیو آزادی دیگر پاسخ نداد. تلاش روی پوش نمودنی به کووید 19 مبتلا شدن بیماران روحی مرکز روانپزشکی سوخت در حالی است که متخصصان میگویند تبابت آنها از ویروس نظر به سرایت یافتگان دیگر دشوارتر است. برکت الله نیازوف روانپزشک تاجیک میگوید وابسته به حالت بیماران روانی استعمال داروهای پسیخوتراپی را کم باید کرد تا اینکه بیمار را کم قوت نکند. مأموریت دیگر بیمارستان‌های روانپزشکی در تاجیکستان میگویند در آنها حالت مبتلا شوی به کووید 19 هنوز مشاهده نشده است.